سلام به همگی به چنل گرامرلیست خوش اومدین. امروز میخوایم مدال ها رو در گذشته بررسی کنیم. اگه فکر میکنین کود گذشته کنه باید بگم سخت در اشتباهین. اگه نمیدونی کجا از کود استفاده میشه و کجا از was able to، این ویدیو رو تا آخر ببین تا این مشکل گرامری رو برای همیشه حل کنیم. خب قبل از اینکه بریم سراغ مبحث اصلی میخوام یه چیزی رو اینجا کامل روشن کنم براتون. اینکه کود بچه‌ها گذشته کن نیست. کود به هیچ عنوان گذشته کن نیست. این دوتا رو اینجوری حفظشون نکنید. شاید توی کتاب ها و کلاس زبانتون برای ساده سازی بگن که آقا کود گذشته کنه، ولی اصلا اینجوری نیست. اینا کاملا جدا از هم دیگن. نه استفادهشون یکیه، نه چه میدونم اون مثلا مختص حال و آینده است، این یکی مختص گذشته است. همشون، هر دوشون یعنی هم در حال استفاده میشن، هم در آینده و هم در گذشته. پس کود بار معنای گذشته رو در خودش نداره اصلا. اوکی. خب حالا ما برای صحبت کردن راجع به توانایی‌ها، احتمالات یا فرصت‌هایی که از دست رفته در گذشته از کود استفاده می‌کنیم. کن هم در گذشته استفاده میشه، منتها کاربردش خیلی پیشرفته است و به درد این سطر نمیخوره، برای همین اونو ما میذاریم کنار. امروز فقط راجع به کود و be able to صحبت میکنیم، چون اینا خیلی بیشتر از کن در گذشته استفاده میشن. اون کن اصلا در گذشته به کارتون نمیاد، حداقل فعلا. و این دلیل این که ما از کود در گذشته استفاده میکنیم به خاطر این نیست که معنای گذشته داره ها، استفاده میکنیم دیگه. الان تک تک کاربردهاشو بهتون میگم. اولین کاربردش وقتیه که میخوایم راجع به پشیمونی هامون در گذشته یا فرصت هایی که قبلا داشتیم ولی از دستش دادیم صحبت کنیم، از could استفاده میکنیم. مثلا میتونم بگم که we could have won the game. میتونستیم بازی رو ببریم ولی نبردیم و من الان نادم و پشیمانم که این اتفاق افتاده، ولی خب این اتفاق افتاده. از could به علاوه present perfect استفاده میکنیم. could به تنهایی اگه میومد، مثلا خب با وان که نمیتونست بیاد، باید با وین میومد دیگه، اون وقت معنی گذشته رو نمیداد و از همینجا متوجه میشیم که could اصلا معنی گذشته رو در خودش نداره. از present perfect استفاده میکنیم و تنها فعلی هم که میتونه در این کاربرد وقتی که مودال هست استفاده بشه present perfect. به خاطر اینکه حتما باید بیس فرم بیاد دیگه. مثلا had نمیتونیم بیاریم، اگه had میتونستیم بیاریم اون وقت present perfect هم میتونست اینجا بشینه، ولی چون بعد مودال فقط بیس فرم فعل میاد، ما فقط میتونیم از present perfect استفاده کنیم و اون معنای گذشته در جمله‌ای که ما دنبالشیم رو present perfect بهمون میده. ساختارش هم میشه could به علاوه ساختار present perfect هم که بلدید. اگه present perfect رو بلد نیستید، اول برید این بنده خدا رو یاد بگیرید، بعد بیایید سراغ این. بدون present perfect اصلا نمیتونین از این استفاده کنید. دومی کاربردش صحبت کردن راجع به احتمالات در گذشته است. برای صحبت کردن راجع به احتمالات در زمان حال از can استفاده می‌کردیم، ولی احتمالات در گذشته از could استفاده می‌کنیم. مثلا she could have forgotten about the party. ما بعد این پارتی متوجه شدیم که دوستمون نیست. اون وقت میتونیم بگیم که شاید ممکنه که فراموش کرده باشه در گذشته، فراموش کرده باشه که ما پارتی داشتیم امشب. She could have forgotten.
باز could به علاوه present perfect. سومین کاربردش وقتیه که میخوام راجع به توانایی ها به صورت کلی در گذشته صحبت کنم. مثلا میگم as a kid I could swim. همونطور که مشاهده میفرمایید اینجا دیگه present perfect نداریم. وقتی راجع به توانایی هامون صحبت میکنیم دیگه از present perfect استفاده نمی کنیم و از base form خالی استفاده میکنیم. همون حال سادم میشه گفت بشه. خب اینجا دیگه شاید خودتون بگین که ببین could معنی گذشته میده، ولی بازم اینجوری نیست. ما معنی گذشته رو از کی میگیریم؟ از این عبارت as a kid، در کودکی. قطعا الان بزرگی که داری به کودکیت اشاره میکنی دیگه، پس اون میشه گذشته. اگه من اون as a kid رو پاک کنم و فقط بگم که I could swim، اون وقت انگار دارم پیشنهاد میدم که من میتونم براتون شنا کنم اگه بخواید. به خاطر اینکه could در زمان حال که استفاده میشه معنای پیشنهاد یا درخواست محترمانه میده و حتما وقتی میخوای برای گذشته ازش استفاده کنی باید یک کانتکستی بدی، یک جمله بیاری، یک عبارتی بیاری که مخاطبت متوجه بشه تو داری راجع به گذشته صحبت میکنی، وگرنه could معنای گذشته نداره. به جای as a kid میتونید بگید when I was a child. اینم دقیقا همون معنی رو میده. حالا be able to. ما چه زمانی از be able to در گذشته استفاده میکنیم؟ وقتی که میخوایم راجع به یک دستاورد یا موفقیت خاص در گذشته صحبت کنیم یا وقتی که یک توانایی به خصوصی داشتیم در گذشته. البته لزوما به این معنی نیستش که قبلا این توانایی رو داشتی الان دیگه نداری، ولی وقتی میخوای راجع به گذشته صحبت کنی و اون توانایی خیلی خاص محسوب میشه یا دستاورد به خصوصیه در یک زمان خاص، از be able to استفاده میکنیم. be able to خیلی بچه نازه، یه دونه be داره که اون be به am is are تبدیل بشه میشه زمان حال، یه دونه will بهش اضافه بشه will be able to میشه زمان آینده و همون be به was و were تبدیل میشه و میشه زمان گذشته. دیگه اون دنگ و فنگای can و could رو نداره. من گفتم حتما باید دستاورد به خصوصی باشه. مثلا میگه when the boat sank I was able to swim to the shore. وقتی که قایق غرق شد من تونستم تا ساحل شنا کنم. بنده خدا زنده مونده، دستاورد خیلی خاصی بوده، یک بار تونسته خودش رو نجات بده. نگفته I was able to swim، فقط همین جمله رو نیاورده که بگه من شنا کردن بلد بودم. داره راجع به اون یه باری که با شنا کردن خودش رو نجات داد صحبت میکنه. در این سبک جملات دیگه ما از could استفاده نمی کنیم، از can هم استفاده نمی کنیم، کاملا اشتباهه. باید از be able to استفاده کنیم که اون be با was یا were بسته به اینکه ضمیرتون چیه تغییر میکنه. خب یه تمرین اینجا با هم دیگه حل میکنیم. ببینین میتونین بگین که باید از couldn't اینجا استفاده کنم یا wasn't able to. میگه پسرم تا 2 سالگی نمیتونست صحبت کنه. میتونین بگین که الان به جای نمیتونست باید بگم couldn't speak یا wasn't able to speak. از جفتش میتونیم استفاده کنیم، هیچ فرقی با هم دیگه ندارن. چرا؟ چون دارم منفی صحبت میکنم، دارم میگم نمیتونست. وقتی کلا نمیتونه دیگه مهم نیستش که تواناییش به صورت کلیه یا توانایی به خصوصه.
نمیتونه دیگه، به هر حال قابلیتش رو نداره. وقتی قابلیت نداره دیگه فرقی نمیکنه couldn't یا wasn't able to. اون تمایز بین could و be able to در جملات منفی کلاً از بین میره. درسمون اینجا تموم شد. لطفاً لایک کنین اگه ویدیو رو دوست داشتین، سابسکرایب کنین، کامنت بذارین، حتما هر سوالی داشتین ازم بپرسین و تمرینای تلگرام رو فراموش نکنین. لینک چنل تلگرام رو توی دیسکریپشن گذاشتم، میتونین چک کنین. مرسی که ویدیو رو تا آخر تماشا کردین. دوستتون دارم، میبینمتون.